50,000 تومان دادید تازه 25 تومان بدهکار شدم. ای بابا خیلی خب من بعدم باهات حساب میکنم. تو چیکاری؟ آقا من بعدم باهات حساب میکنم. کرایه بده. تو تا حالا اوضاع خرابه اکبر برو عصبانی ان الان برو بعدم باهات حساب میکنم. با چی میزنی تو گوشه ای؟ خودت گفتی نباید کسی بیاد. گفتم نباید نگن گفتم بزنی تو گوشش بیا برو. پاشو زور داشت خالی که اشکال نداره من دل در میارم. این چه کاریه میکنی؟ خیلی خوب بود دیگه نذار کسی بیاد. ببین غلام جان کار شما از همین الان آغاز میشه. شروع شده یعنی؟ نه گوش کن یه لحظه صبر کن اینو ببندش. شما نیازی نیست در واقع این مرده ما رو بشوری. خب چرا اون وقت؟ چون به خاطر اینکه بو گرفت الان هم حالت بد میشه. بعد میخوان مراسم افتتاحیه با شکوه برگزار بشه که آبروشون هم جلو حضار نره. خب به خاطر همین خیلی به نفع توئه. میدونی که این مرده خونه افتتاح بشه کار تو چنان رونق اقتصادی بگیره که خودت هم کف. واقعا؟ آره شما هر چی پرسید فرماندار بخشدار بگو اینو شستم. الان شما اینو شستین؟ نه. چرا؟ نشستم دیگه. نه ببین شما جلو فرماندار بخشدار اینو باید بگی شستی. الان شما اینو شستی؟ نه. چرا؟ هنوز پولشو نگرفتم. خیلی خوب. پس الان خدمت شما باشه بذار جیبت. الان اینو شستی؟ الان شستم. آفرین. هر کی پرسید میگی شستم. دستم نزن به مرده. چش ولی از ما گفتم بودا این پولا خوردن نداره. چی که تازه ساختن داره خراب میشه. سلام علیکم آقای بخشدار. قربان شما ببینن اون دارم به داخل قبر این دارم بیمار نگاه نکنید این دارم. من از همون اول گفتم میگم اینجا در اولویت من. چرا؟ چون خودتون دارید میبینید دیگه اینجا باید ترتیب که سقفش داره میاد پایین. اینجا در اولویت من. آقا دکتر چیه اینقدر حرف اضافی نزنید. آقا از این به بعد کسی رو ببین به من نخورد. لا اله الا الله لا اله الا الله به عزت و شرف لا اله الا الله. آقا بریزیم شمس جمال علی مرتضی صلوات بریم. گریه نکنم چطور برات مال نزنم. آقا مراقب باشی. مراقب باشی. بیا بالا احمد. خاطره بفرما خاطره. آقا تو همه تکه گامم بودی بابا. از همه مشکل در همین قصه کنه بود. این پدر منو در مرتاقن درستو می نواقع. آقا نمیتونه این مرده رو آقا خودروی بخشدار فرماندار دارم میاد. دارم تشریف میاد. بله. برسن من چند کلمه کوتاه بگم که این اول به همت شما، دوم به دست شما،
سوم به نیت و قدرت و تدبیر من درست شده. ولی تو فکر کنم اینجا جنگله از اینجا جنگل میاد از ای بابا سب کنیم چی میگه؟ این چه شکیه؟ نگاه کن آقا من 3 برابر این خرج اینجا کردم یعنی شاقه این چه شکیه؟ خدایا این جلو کتاب زدن کار میکنه ببر بده خودشون. مردم عزیز شریف محترم متاسفانه باید اعلام کنم ختم جلسه. چهار جلسه آینده. آقا بیاید میوه بخورید برید. نه میوه و اینا نخورده برید. آقا نخورید بخورید. اکبر آقا واردی شما باید که برونید. هر سو بگذارید که یک بار دیگر مهدی نوخود در آمد. همه جا زمزمه میلاد است، همه را شوق شدید است در این گردش ایام. روز فرخنده و غمگینه که رفتم در این شادی نوروز، بر این برکت میلاد خداوند در این جامعه جد همه را جور آقا میکروفونو بده حاج آقا سخنرانی داره. نه لازم نیست من سخنرانی ندارم. بفرمایید بفرمایید این کلومو مروی این عکس کجا آمد که؟ این عکس قدیمی ها یادشونه، مربوط میشه به اولین مراسم نیمه شعبان که مرحوم عزت خان خدا بیامرز همینجا برگزار شد که الان گلاب خانوم داره ادامه میده و پیگیره. جوری زندگی کنیم که انگار 100 سال دیگه زنده ایم و میخوایم زندگی کنیم. ضمن این که باید جوری زندگی کنیم انگار همین فردا میخوایم بریم دنبال کار. نه من اون اولی رو دوست دارم. 100 ساله رو دوست دارم. هنوز خیلی به آرزوام نرسیدم. حالا سرد میشه. بفرمایید نمک ضرر داره؟ آقا ماشاءالله این چه دوقه شوره؟ خب نخور مگه زوره. هر کاری میکنی بالاخره حرف خودشونو میزن.